خب امروز دقیقا 2025 روز هست که نمیبینم، یعنی 2025 روز هست که نابینا شدم. من میخواستم باور داشتم که قبل از اینها چشام دوباره برمیگرده و دوباره بینا میشم، ولی متاسفانه نشد. بعد تصمیم گرفتم که در روز 2025 که با سال 2025 یکی باشه یه ویدیو بدم بیرون و بگم که من نابینا شدم به خاطر یه عده آدم های مفخور و آدم های فرصت طلب که با هر کاری تلاش میکنن فقط درآمد داشته باشن و به فکر بقیه آدم ها نیستن. خب من یه بیوگرافی از خودم بدم. من قبلا راننده ترانزیت بودم، چند تا کشور رفتم، تمام شهرهای ایران رفتم، همه جا رو گشتم. ولی متاسفانه من 5 سال خورده نزدیک 6 ساله دقیقا امروز 2025 روز هست که چشم جای نمیبینه، نابینا شدم و کسی که هر روز بیرون از خونه بود، کار میکرد، تلاش میکرد و زندگی میکرد، الان ماه‌ها از خونه بیرون نمیاد. و الان ریسک گذاشتم، هم دارم بلند میکنم، گفتم تا زمانی که دیگه چشم بر نگرده نه ریشام میزن نه موهام. شاید ریشام به اینجا برسه تا قبل از مرگ، شاید اینجا، شاید اینجا، شاید کلم بلندتر، نمیدونم چقدر، شاید چند متر بشه. شاید هم فردا برگشت و همه رو زدم صاف و صوف کردم و خیلی زیبا شدم، چون من همینجور زیبا هستم و زیباتر هم خواهم شد. موهام که دارم بلند میکنم، حتی موهام بلند بشه شاید اگه خوب بخرم بفروشم، اگه حتی قیمت مفت نه، مثل الان میگم 50-60 میلیون، نه چند میلیارد بخرم شاید دادم. و اینکه بخوام بهتون بگم زندگیم خیلی سخت داره میگذره، چون من یه زمانی برای خودم واقعا پادشاهی میکردم، واقعا پادشاه بودم و زمانی نابینا شدم. تمام کسانی که بودن با هم رفتن. یه چند روز توی اینستا گذاشته بود که تا زمانی که کارت بانکیت روی میز هست همه دوست دارن. من قبل از اینکه نابینا بشم این حرفا شنیده بودم، ولی میگم نه، چه ارتباط مرام، یه چیز معرفت، یه چیز دوست، یه چیز رفیق، یه چیز. ولی از زمانی که نابینا شدم فهمیدم دقیقا همونه. تا زمانی کارتت روی میز باشه و سفرت پهن باشه، همه روش بیان بخورن، روی سفرت پهن باشن بیان بخورن، رفیقم باید. و زمانی که به این حد که من الان هستم برسید و میفهمید که واقعا همون هست. من سیگارها رو روشن کنم، حتی بقیه سیگار فندک میزن روشن میکنن معمولی، ولی به خاطر اینکه باید بفهمم که شعله آتیش کجاست، کجا سیگارم هست، باید انگشتم بیارم سر سیگار و بعد فندک بزنم. حتی همیشه همینجور این انگشتم یه مقدار قبلا میسوخت، ولی الان دیگه حرارت طبیعی شده دارش و استفاده میکنم. باز هم ببخشید، جا سیگارم اینجاست. جا سیگار دارم، شیکترین جا سیگار رو دارم، ولی چون این چپه نمیشه اینو دستم میگیرم همیشه. بعد خواستم بگم که آدما با هم محبت کنیم، با هم خوب باشید، با هم عشق بورزید. کسی نابینا شد، فلج شد، کسی که از کار افتاده شد، کسی که بود الان براتون نیست، اون هم شخصیت داره، اون هم انسان هست، اون هم آدمه. و
بهترین کار این هست که اون نه، ولی شما انسان باشید. انسان بودن خوبه، نمیگم خوب باشید، میگم انسان باشید. انسان باید بقیه همونجور که هست بپذیره، باور کنه، نه اینکه تا زمانی پول داشت. من میگم خیلی ها بودن دور و برم، کسانی بودن که تا من نمیرفتم غذا نمیخوردن، کسانی بودن تا من نمیرفتم آب نمیخوردن، کسانی بودن تا من نمیرفتم مشروب نمیخوردن، کسانی بودن که مزهشون رو من میدادم، مشروبشون رو من میدادم، تمام اینا رو من میدادم. ولی زمانی که اینجور شد تمام اونها رفتن. من با تنهایی خودم حال میکنم، دارم زندگی میکنم. میگم امروز 2025 روز هست که در زندگی واقعی همه شما فکر کنید همتون تنها هستید. همسر دارید انگار ندارید، بچه دارید انگار ندارید، پدر دارید انگار ندارید، مادر دارید انگار ندارید. اینو من الان میفهمم. بعد من الان میفهمم که زمانی که به دنیا اومدم، لخت به دنیا اومدم، آزاد به دنیا اومدم، تنها به دنیا اومدم، کسی با من به دنیا نیومد و تا زمان مرگم باز هم لخت از دنیا میرم، تنها از دنیا میرم و باز هم بی کس از دنیا میرم. کسانی میان بعد از مرگ گریه میکنن، اینها همه چرته، میگن بدونتون نمیتونیم زندگی کنیم، چرته. و اینکه از این به بعد میخوام هر روز از زندگی بیام یه چیز باز کنم، یه چیز بیام بذارم و فیلم بگیرم. از این به بعد تصمیم گرفتم از خودم فیلم بگیرم و بذارم در یوتیوب یا هر جای دیگه. تا ببینیم چی میشه. و دیگر نمیدونم چی باید بگم. این اولی فیلممه، آمین که آخرش نباشه. در خداوند شاد باشید.